وقتی شما میخواین که لیفت پوست صورت رو انجام بدین، روش‌های خیلی زیادی برای لیفت پوست وجود داره، اما اینکه دقیقاً کدوم روش بهترین روش، آسونترین روش و کارآمدترین روش هستش، این دیگه جای بحث داره. به همین خاطر شما زمانی که دنبال کم هزینه ترین، بهترین، میشه گفت تکترین آیتم هستین که هزینه زیادی نداشته باشه، دنبال اون بگردین، میرسیم به یوگای صورت. لیفت پوست پروسه‌ای هستش که زمان بره. همونطور که پوست زمان برده تا افتاده شده، زمان هم میبره تا دوباره بتونین لیفت رو انجام بدین. بنابراین ما این کانال رو دایر کردیم که اینجا به صورت رایگان بدون هر گونه هزینه‌ای به شما تمام مراحلی که مورد نیاز هست رو آموزش بدیم. این قول رو هم بهتون میدیم که بعد از این آموزش ها اگر انجامش بدین، پوستتون واقعا جوان میشه. خب روشی که اینجا میخوام براتون توضیح بدم، روشی هستش که شما لیفت رو از ناحیه پیشانی انجام بدین. پوست ناحیه پیشانی رو میتونین بکشین. این کشیدگی میتونه پوست رو بر روی قسمت‌های زیرین بافت پوست و روی استخوان جمجمه حرکت بده. در گذر زمان پوست میتونه لیفت بشه به سمت بالا و اتفاقی که میفته یک لیفت خیلی زیبا بدون هر گونه بوتاکس و تزریق و هر چیز دیگه هستش. برای این مورد اول از همه شما باید دستتون رو بذارین روی پیشانی، سعی کنین یک کششی بر روی پوستتون ایجاد بکنین و اون کشش رو حس بکنین. دقت داشته باشین گردنتون عضلاتش باید منقبض بشه. بعد از اون ببینین توی عکس دوم، اسلاید دوم، عکسی که قرار داده شده قابل به عبارتی تشخیص هستش. انگشت شست روی پوست سر در پشت ناحیه اپکس گوش هستش. در اون قسمت به عنوان تکیهگاه قرار میدین و پوست رو میکشین و میبینین تو اسلاید آخر ببینین چقدر انقباض عضلانی در ناحیه گردن و کشش پوست از ناحیه پیشانی داریم. حالا شما تصور کنین روزی 10 بار همین حرکت رو انجام بدین، تو یک ماه چند بار میشه؟ خیلی زیاد. پس بنابراین 300 بار انجام میدین و 300 بار این عضلات تقویت میشه و 300 بار این پوست کشیده میشه. موفق باشین. اگر سوالی داشتین داخل کامنت ها بپرسین. خوشحال میشم که در کنارتون باشم. امیدوارم که این آموزش ها براتون کاربردی باشه.